بلا 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 چقدر خوشحاله. شما یادم سلام بچه ها، خوب هستین؟ امروز اومدیم ببینیم واقعی یا که میگه که اگه دایموند و همه چیزو بندازید توی کاکتوس نابود میشه. ما چه میدونیم؟ خب تستش میکنیم، اصلا نمیشه. ولی این دایموند خیلی خوشمزه، میگم یه تستی ازشون بکنید. خب ما میریم سراغ ادامه ویدیو. میبینید که اسکینم هم که درست شده، خیلی خفنم. خب ما میریم سراغش. خب بریم جلوی چیز. بعد بچه ها من یادم رفت بهتون بگم، من روی پی سی دیگه بازی نمی کنم، بیشتر روی کامپیوتر بازی میکنم. واسه کامپیوتر ویدیو میگیریم و خب دیگه و ایشالا که پستمون بیشتر لایک بگیره و سابسکرایب بگیره. ما هر کاری که بگین رو انجام میدید، هر چیزی که تو کامنت ها بذارید و من انجام میدم واسه تو. هی بگین من چی کار کنم، من مثال میگم مزدوره یا واقعیه، من اینا رو بهتون میگم. بعد پیجمون میره بالاتر. لطفا همین کاری که میگم انجام بدید لطفا. خب بعد دیگه واسه تون پست نمیذارم تربیت. خب میبینیم دایموند رو میذاریم دایموندای منو خورد. خب بریم سراغ بعدی. میگه تو اگه این چیز تو جایی که دراگون زندگی میکنه یه کاکتوس پرت کنی تمام میشه بازیش. بریم ببینیم. از شما من میگم فیکه. آخه کاکتوس این دراگون میکشه؟ نه بابا، تازه من اونا رو بخواستم درست کنم واسه شما ویدیو بگیرم که خراب شدن. خب 3 2 1. خب چند صبر کنیم تا اینکه بیاد بالا. یه چیزی بهتون بگم، لطفا چنل ما رو ساب کنید و اینکه خیلی دوستتون دارم. گل منین. من نمیتونم تو ماینکرافت برقصم، نمیدونم چرا شده، ولی همینجوری اینجوری موسم تکون میدم برقصم. تو خیلی خفنه. باشه ساب کنی ها، ساب کنی وگرنه شب میام تو خوابه. به چشم ندارم من. خب بریم توش. خب انگار داداش کاکتوس دستم اومد پرت کردم. پشما. بذار بریم بالا بریم هنوز زنده است این دراگونه. یا خدا الان منو میخورم. ما که نمیخورنیم. خب ببین این ما رو ساب کنی. این کاکتوس هم دایموندهای خوشمزه منو خورد. حالا میدونید وقت چیه؟ وقتی مهمونیه. خب بذار من برم پایین. توما وجدا عجب ایسکی رفتم خودم. خدا نگهدارتون. امیدوارم ویدیو لذت برده باشی. ساب کنی دایموندهای خود. خدا